در تاجیکستان سغورته یا بیمه حتمی واسطه های نقلیات از منوپولیای دو شرکت بیرون کرده شد. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان هفته گذشته طرح نوی قانون درباره سغورته حتمی جوابگری گراجدانی و حقوقی صاحبان واسطه های نقلیات را تصویب کرد. یکی از بخش‌های مهمی سند این بیکار کردن منوپولیای سغورته حتمی واسطه های نقلیات می باشد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی نهاد نظارت کننده بخش سغورته در پارلمان گفت: تحلیل نشان دادند که وابسته به این نمود سغورته حتمی موجود نموده تنظیم در سطح قانونی مکمل مخصوص مشکلات را به میان آورده. وابسته به این نمود سغورته رقابت سالم به منفعت سغورته شوندگان نگرانده شده را محدود کرده ایستاده است. چنین حالت مانع رشد بازار سغورته حتمی جوابگری گراجدانی حقوقی صاحبان واسطه‌های نقلیات شده ایستاده است. همین طور بر اساس طرح نوی قانون شرکت‌های سغورته بعد از اجرای شرط‌هایی که حکومت مقرر کرده است حق دارند نقلیات شهروندان را بیمه حتمی کنند. از جمله شرکت‌های بیمه باید مبلغ پرداخت ضرر به حیات و سلامتی را از 5800 سومانی تا 31000 سومانی زیاد کنند. اینچنین شرکت‌های بیمه باید حجم جبران مال و ملک جبر دیدگان را از 2900 سومانی تا 15000 سومانی زیاد نمایند. فعلا در تاجیکستان 18 شرکت برای بیمه کردن حق دارند، اما از میان شرکت ها 2 شرکت تاجیک سغورته و سغورته اولین ملی برای بیمه حتمی ماشین ها در تاجیکستان اجازه داشتند. تشکیلات اولی دولتی بوده، دومی مربوط به شرکت خصوصی فراز است. هرچند فراز شرکت مربوط به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور خود را مفلس اعلان کرده است، اما شرکت زیرتابعش سغورته اولین ملی فعالیت میکند. با وجود اینکه شرکت سغورته اولین ملی تنها از سال 2015 فعالیتش را شروع کرده است، سالهای اخیر بخش کلان بیمه حتمی نقلیات را زیر دست دارد. مسئولان شرکت تاجیک سغورته سال گذشته گفته بودند در برابر سغورته اولین ملی یک شرکت زیرتابع فراز دست کوتاه دارند. شهرت مقصودزاده رئیس کارخانه تاجیک سغورته ماه ایول سال گذشته در حضور خبرنگاران اعتراف کرده بود که بیمه حتمی ماشین ها از دست این شرکت تقریبا به اختیار شرکت سغورته اولین ملی گذشته است. خدمات سغورته در تاجیکستان زیاد رشد نکرده است و به گفته مسئولین بعضی شرکت های بیمه مردم به آن کم توجه دارند. اهالی برای این دلیل های خود را دارند که اساسی ترین آن نبود باوری است.